Do'stoni aziz آمدیم در ترکیه یک نهالخانه دیگر که در آنجا چهارمغز پیکان پرورش کرده شده است. چهارمغز پیکان رو پیوندیش می باشد. سال گذشته ما رو فریب کردن کمتر، امسال ما باور نکرده خسته سر زمین آمدیم و وقتی که نهال خریم که آمدیم میخیزیم میبیویم که از همین جا با ما کنده تیاد، از همون جایی که نهال نشون میتید. این چهارمغزی که میبینید چهارمغز پیکان است. بعضیش 2 متر است، بعضیش نیم متر است، بعضیش 1 متر است. خیلی هر خیلی هست. این رو با میبریم، با یک 30 سانتی متر مونده میبریم. این چهارمغزهای پیکان، یعنی که چهارمغزی که چنار بوری کلان میشود و 10 و 10 یا 12 و 12 میشنونید تو اینکه شما ناو گیرید. این سال پیوند کردگی اکو هم تو بینید کنی علاقه گرفتگی این سال آینده کلان میشه. اینه بولوشو میبرن این پیوند همین سال کردگی نشه. ناو کردگی ها اینش هم اینه خونه گرفتگی وجه کپ کبه و اینو بینید پیوند رو که bundan böyle oluyor. گرد و گرد پوستش موندگی بینید. این سال میبرد sonra این کلان میشه. من همینجا بینید ایستاده. کنی من نشانتیم کجا شد؟ انا رو بینید چه پیوند میکنه یاد گرید. پوستش گرد و گرد پوستش بینید. همون پیوند وقتی پیوند کردم همش گرفتگی ها. کدامش نگرفته بود. من این گرفتگی بود. کدامش نگرفته است با امسال با پیوند کرده است. انا پیوند این امسال این رو ما نمیبریم، ما این روش نمیبریم. ما نمیبریم، ما این کلانوش میبریم. ما این مایده‌ای که امسال پیوند امسال این میبرد اینجا خودش با کلان میشد، بعد سال آینده بعد. من هم دوستان عزیز این چهارمغزهای پیکان نیوه چهارمغز قیمت است، نهالش هم قیمت است، میوهش هم قیمت است. در تاجیکستان دا بهترین میشود. در تاجیکستان پیوندی نیست، هیچ که نمیفروشد. من هم پیکان پیوندی امسال میبریم. سال گذشته ما رو از دور با تلفن خریدیم، گفتیم بچه اکو که کیدت خورده بودیم. برای همین این دفعه خسته خودمون من همی میدان با میدان دشت با دشت این بینید دشتشون رو برق های شمالی است که بودید دیدید تا خورده شده. امسال باوری نکرده خودمون خسته پیشی همین نهال اومده، پول هم صرف شد پیشی نهال اومده نوار گرفته شدیم. انا این نهال پیکان هم دیوران عزیز این نهال ها رو ما خدا خواهد امسال درخواست که شود خریداری کرده میبریم. منو درخواست کنید، در پناه خدا باشید، ما نرخش رو انیخ کنیم، در بالای اعلان می نویسیم.